5 کشوری که ورود بهشون تقریباً غیر ممکنه. شماره 1. عربستان سعودی تا چند سال پیش اصلاً توریستی نبود. الانم اگه بخوای بری، کلی محدودیت فرهنگی و قانونی داری. البته این محدودیت برای غیر مسلمان هاست. شماره 2. کره شمالی ورود توریست آزاده، ولی باید با تور دولتی بری و همه چیزت کنترل میشه. حتی موبایلت رو هم میگیرن. شماره 3. ترکمنستان یکی از بسته ترین کشورهای دنیاست. گرفتن ویزاش خیلی سخته، حتی سفارتش تو همه جا نیست. شماره 4. اریتره یک کشور آفریقایی که مرزاش رو تقریباً به کل بسته. حتی مردم خودش هم نمیتونن راحت سفر کنن. واتیکان ورود به واتیکان برای عموم آزاد نیست، فقط یه قسمت کوچیکش برای توریسته. بقیه‌هاش مخصوص پاپ و کارمنداست. کدوم کشور عجیب تر بود تو کامنت ها برام بنویس. لایک و ساب یادت نره رفیق.